سلام بچه های توی خونه خوش اومدین به یه ویدیو نوکات دیگه. این کنترل مشاهدی رو میبرد خیلی حال میده. نوکات واقعا میدونی اصلا نه ادیتی نه چیزی، دوره هم میشینیم و صحبت میکنیم. موزیک بک‌گراند هم دادم به این، اصلا خیلی کیفه. امروز میخواستیم در مورد دروغگویی صحبت کنیم. دروغگویی میخوایم صحبت کنیم. چرا نسل جدید اینقدر دروغ میگن؟ واقعا معلوم میبندی. نمیدونم، به احتمال زیاد یا خودتون اون دروغگویین یا توی اطرافتون دروغگوهای خیلی زیادی دیدین. مثلا بچه‌ای که واقعا میبینی نگاش که میکنی میگی این باباش نباشه میمیره. خب یعنی اگه یه روز باباش نباشه یه هفته بره مأموریت میمیره. خب شاهد گندگوزی مأموریت اگه کارتشو نبره چیزی نمیشه. نه دیگه، اون میگیری موبایل بانک نره. آره دیگه. گندگوزی‌های شروع میکنی که چند تا اشتغال زایی کرده، نمیدونم چند تا دست خونه کیا رو ماشین با گرفته. پول خودش گرفته، دست کیا رو گرفته و حتی خرج پدرش هم خودش میگه. خود زیاده. آره دروغگویی. و اصلا استارت این از کجا خورد که ما گفتیم مثلا یه ویدیو بگیریم با همچین موضوعی. آره. ما رفته بودیم واسه چیز، بگم که واسه چه کاری رفته بودیم؟ نه نیازی نمیگم واسه چه کاری رفته بودیم، یه جایی رفته بودیم، نمیتونم نگو دیگه. آره آقا، 2 تا داداش بودن، انقدر اینا خالی بند بود. ببین یعنی مثلا ما یه تایم نیم ساعت 40 دقیقه‌ای منتظر بودیم. آره. و این دوتا یه تک سویچ میکرد، دیدی مثلا کشتی کش خب تگ تیم داره دیگه، اینطور میزنی هر رو رینگ میپری بعدی یارت میاد داخل. این دوتا کل تایم داشتن یارکشی نوبتی خالی میبستن. بعد خالی که اونجا دیوار نبود ولی آسفالت کم مونده بود ترک بخوره. یعنی من با خودم گفتم آقا اصلا مردم چرا انقدر خالی بند شدن؟ خالی عجیبی میبندن. خالیاشو مثلا بگیم یا میتونیم بگیم آقا مثلا شما فکر کن یه آدم معمولی اومده اونجا، بعد اصلا کسی از تو نه شغلتو میپرسه نه میگه چی کاره ای، نه ازت انتظاری داره، همینطوری وایستادیم اونجا مثلا حالا داریم صحبت میکنیم و اینا، یارو یه دفعه خالی من کارم تشریفاته، یه مراسم میگیریم 50 میلیون نمیدونم فلان میسا، اصلا کی به تو، بعد سر و وضع داری نگاه میکنی. خب بالاخره این همه که تو میگی من درآمد دارم باید یه جایی نشون بدم. آره دیگه درآمدتون نمیدونم، اینو انگار این نسل جدید فقط خالی رو میبندن، به درآمدش اصلا فکر نمیفهمن. آقا تو اگه انقدر پول در میاری کدوم بد معلوم میشه دیگه، لباست، ماشینت، سر و وضعت، گوشی مشخص میده یعنی که درآمد چقدر داری و چرا دروغ میگی. سعی کنین از چیزی که دارین راضی باشین. انقدر نمیدونم 4 تا آدم میبینیم تو اینستا این برام وریا رو پول داره فلان، اصلا معنی از کجا داشته داره. کون اونا رو بو نکشین یه جورایی. فکر کنین همتون با اونجا باشین. نه، زندگی خودتون رو بکنین، دروغ هم نگین، کسچر تحویل بقیه ندین. بعد همه میفهمن دیگه، سنتون رفته بالا، مثلا دیگه بچه نیستی یارو بزن تو دهن بگه دروغ نگو. یارو نگات میکنه میفهمه، احترام میذاره، حالا لبخند میزنه، هیچی نمیگه. من اینو داشتم گفتم، قدیم فکر میکردم که مثلا چون آدمای پولدار میبینن میخوان که احساس کمبود نکنن. یارو مثلا میبینه 4 نفر با بنز و پورشه وایستادن اونجا، میاد 2 تا خالی هم میبنده. ولی مثلا یه جای معمولی که همه آدمای معمولی هم با پراید اومدن، پیاده اومدن، اصلا نیازی به این دروغگوی گندگوزی نیست. چه فایده ای داره؟ من حتی خالی بندی ها توی اطرافم دارم که آقا مثلا ما میریم جمع دوستان جمع میشیم، آقا اون بسکش از همه ما بخوای بگیری از همه نظر موفق تره، باز کس شعر میگه خالی من نمیدونم چه کم بوده. همون گویی که هستی رو قبول کن. چی داری مثلا سالی فکر کنم 5-6 تا ماشین به اسمش در میاد که هیچ کدوم اون ماشینا رو من ندیدم تا این 20 سالی که با اون آدم رفیقم، هیچ کدومش دیده نشده. امیدوارم نبینی. اصلا عجیبه واقعا. سالی 2 تا خونه میخره، خونه ها رو ما هیچ کدوم رو ندیدیم، یعنی به هیچ وجه هیچ کدوم اون خونه ها رو ما ندیدیم.
بعد خونه ها رو میفروشه، یک خونه دیگه ای توی تخیلاتش میخره و اون خونه رو میفروشه، تو ذهنش اصلا بیزنس داره میکنه، همینجوری میره بالا، میفروشه، کلی سود میکنه، باهاش یه ماشین ثبت نامی که برنده شده رو دوباره اونو میخره، اونم میفروشه و ما هیچ کدوم اینا رو ندیدیم. و در صورتی که اصلا لازم نیست. یعنی مثلا میگم احساس میکنم اعتیاد داره. یعنی مثلا مثل مواد زدن بعد یه مدت که خالی میبندی، دیدی مثلا میگن یه سریا اعتیاد به دزدی دارن. یعنی یارو مثلا شده باشه یه دونه چوب کبریت بعد برداره یواشکی و اون حس حالش رو دوست داره، اصلا شاید به پولش هم نیاز نشه باشه. این خالی بندی هم اینجوری شد. حالا مثلا مفهوم ویدیو ما اصلا کلا این رفیق این یا اون شخصی که ما اونجا دیدیم نیست. ما داریم میگیم چرا اینجور آدما توی جامعه زیاد شدن. شما یعنی از خونه که میای بیرون میری با هر کی صحبت میکنی فکر میکنه تو دیروز به دنیا آمدی، اصلا گوسفندی، تو چشات نگاه میکنه یه دروغایی میگه، پشم آدم میریزه. بس سناتونم زیاده، سناتون زیاده. یارو مثلا 35 40، من دیگه چیکار بزنم تو دهنت بگم دروغ نگو، زایستی با خودشم فکر کنم هیچکی نفهمید. بعد هی هم داره عجیب‌تر میشه. یه زمانی یادتون باشه حالا سنتون برسه ما دروغ‌های جنسی داشتیم. خب فلانی ها مثلا اینو من فلانی کردم، اون یکی رو زدم زمین، این بچه بود به من میدادن غالبا همشون کون بودن. و الان نمیدونم چرا به چیز مالی رسیده، چرا به دروغگویی‌های پولی رسیده. همه شغلای خفن دارن، همه موفقن، همه پول دارن، بعد داری شروور میگی. یه سریال رو یعنی تو دانشگاه میری، خب تو دانشگاه اولا اینکه هیچ ناموسی نیست که بگه من کار نمیکنم، خرج باباشون هم همه خرج باباشون دارن میدن. خب بعد فقط نمیدونم تقریبا هیچ شغلی وجود نداره که تو صبح تا شب بیای دانشگاه و سر اون کارم بری، جز این که برنامه نویس باشی یا تریدر باشی، چیزی که اونا اونجوری که من واقعا گاون، یا اینکه جاب مال بابات باشه. مثلا روزای دانشگاه بذار الان خیلی‌ها مثلا پیرو همین خالی بندی‌ها میشه دیگه. اینم بذار بگیم مثلا یارو میگه من خود ساختم از فلان سال، مثلا من کار کردم فلان کردم. چی کار کردی؟ مثلا بابات گذاشتت رئیس کارگاه شدی. یا مثلا در مغازه بابات وایسادی یه 2 روز احساس مثلا خودساختگی و موفقیت و فلان میکنی. یا مثلا یه شرکتی بوده تو رفتی سرکشی بکنی. الان یه بنده خدایی بود مثلا میگفت من کار میکنم فلان میکنم ایثار میکنم، بعد حالا کارش چی بود؟ ساختمونای بابا رو میری سر میزنی، اونجا پسر حاجی همه میشناسنه، یه سلام و لبخند و فلان و اینا، یه سرکشی میکنی برمیگردی میای. بعد به شکل جدی میگن که ما کار میکنیم. اون زحمت ببین من هم درس میخونم هم کار میکنم، اصلا همچین چیزی اونقدر نداریم. ببینید نمیشه هم درس بخونی هم کار کنی، یه کدومش رو بخوای بچسبی نمیشه. مثلا کار دوم میشه، میدونی؟ مثلا میتونی هم درس بخونی هم بری مثلا یه جا غروب مغازه وایسی یا مسافر کشی کنی. به درست لطمه میزنه ولی مثلا این کارا شدن. کار درست حسابی نمیشه همراه درس. ولی خالی بندی دوباره برمیگردیم. خالی بندی مردم داره منو اذیت میکنه این روزا. اصلا بیرون که میرم تو تاکسی که اصلا نگو تاکسی حالا من خورده نمیگیرم، هر کی که میشینه تو تاکسی خالی میبنده. خیلی چیز عجیبیه. یعنی هم راننده از مقصد تا از مبدا تا مقصد دروغ میگه، هم مسافره. مثلا یارو پادشاه عربستان داره اسنپ ما رو میبره واسه سرگرمی به من گروه و سلام سر میرم شما چهال مقاله رو ببینم مثلا اینجا خوش بگذره بهمون. همون مسافر میاد مثلا پسر شام امروز بنزم خراب شده چیزه اسنپ بیارم منو با اسنپ نمیدونم. من هرگز به خدا هم مومنی پولاش جمع کرده که آخر هفته اسنپ بگیره حال کنه مترو نره بیا. یه کمی هم منشأش میتونه همون اینستاگرام باشه. مثلا اونجا میرن زندگی های آدم های خیلی پولدار میبینن که حالا به قول تو اصلا معلومه نیست پول از کجا. الان من بیام اینجا مثلا کلی به شما قصر نشون بدم، نمیدونم ماشین فلان، نمیدونم چین فلان نشون بدم، تو نمیدونی من از کجا آوردم که من مثلا شاید دارم دروغ میگم، شاید دزدم، شاید آدم کشم، شاید چیزم. مثلا تو احساس میکنی که همسن منی، اندازه من پول نداری، پس بیچاره‌ای، مثلا باید خالی ببندی که مثلا بتونی کمبودتو جبران کنی، در صورتی که اینجوری نیست.
اصلا خیلیایی که اون خالی میبنده یارو چیزی هم کم نداره، معمولیه، چرا الکی زیاده گویی میکنه؟ کاملا شانسیه. بچه‌هایی که حالا کوچکترین یا بزرگترین آیکیوتون پایینه هنوز این قضیه رو نفهمیدین. خب زندگی کلا شانسیه، روی شانسه. فکر نکنین که شما هر کسی عقبین باید بشین خالی ببندین چرت و پرت بگین، نه. اونا برای هیچ جذابیتی برای هیچ کی نره. دوست دخترم که بخواد پیدا کنی ببین اصلا کریول منظر میشین با خالی بندی. یعنی هر کی میگه میگه او این کسخل خالی بنده ما، شما فکر کنین اونا باور کردن ولی نه، اونا گاو نیستن. ملت گاو نیستن. دیگه یارو اصلا دخترم باشه دیگه مثل قدیم نیست که مثلا دختر چشم و گوش بسته از توی کنج خونه‌شون برداری بیاری هیچی نیده. یارو 4 تا آدم دیده، 5 تا آدم دیده، میفهمه. اونم میفهمه. آخه یه جور خالی می‌بندن. فکر کنم جلوی نوزاد بذاری میگه کس نگو. اولین کلمه‌ای که اون بچه میگه کس نگو. دقیقاً فکر میکنن تو دیروز به دنیا اومدی، آره هیچی نمیدونی. بعد یارو خودشو پیش آدم بد جلوه میده، میدونی؟ یعنی مثلا الان همون قضیه که حالا رفته اونجا اون دوتا پسری که داشتن خالی میبستن، دو برادر خالی بند، تو لحظه ورودشون کول بودن. خب یعنی مثلا احتمال بود که ما باشون حال بکنیم، صحبت بکنیم، فلان بکنیم اینا. خب مثلا بعدها هم به عنوان یه آدم خوب ازشون یاد بشه، نه خالی بند. ولی وقتی شروع کردن به خالی بندی وجهه خوب خودشون هم بردن. یعنی مثلا حتی توی یه جای همینجور رندوم دوتا آدم رندوم برای دیگه طرف خورد نمیکنن، میدونی؟ میفهمن. آره بدتر اون بچه خودتو خراب میکنی. نمیدونم واقعا چرا احساس میکنم کلا دهه 70 و 80 و 90 دروغگو بودن از اول. الان طبق چیزی که بزرگتر شدن داره نمایان میشه. چون اگه یاد باشه ما میرفتیم مدرسه، خدا شاهده یارو گو، یعنی هیچ گویی نمیتونست بخوره. خب همشون هر بازی رو که تو نام میبردی خارکسته تمام کرده و حتی اگه بازی وجود نداشت دروغ میگفتن. مثلا تو میگفتی جی تی ای 6 رو بازی کردی، اونا میگفتن من تمامش کردم. من حتی یادم یه بار یکیشونو یه کسشری گفتم و اون گفتش آره تایید کرد و گفت دقیقا همینطوریه. تو از کجا فهمیدی؟ شما خیلی زمین گفتم 3 بار ایکس و زبده رو توی جی تی ای 3 بزنی در میاره میشاشه. اون کسخان گفت آره من خیلی وقت پیشا این کارو میکردم. اصلا خودم در آورده بودم. میخواستم ببینم تو دروغگویی یا نه عوضی. یعنی از دیرباز خالی بند بودن، حالا که بزرگتر شدن داره موضوعاتش عوض میشه. خب روی این موضوعات خیلی کرینج ترم. اون زمان مثلا یاد باشه همه فوتبالاشون خوب بود وقتی صحبت می‌کردن، وقتی بازی می‌کردی همه کسبا بودن. خب همه بلوف جز زندگی، همه بازیشون خیلی خوب بود، همه بازی رو تمام کرده بودن ولی در واقعیت هیچ بازی رو تمام نکرده بودن. من یه بار قشنگ یادمه توی یه مرحله جی تی ای آی بی من مونده بودم، راهنمایی بودم. خب به همه میگفتم جی تی ای آی بی بازی کردی؟ آره تمامش کردم. خب اینجا شو چطوری رد کنم؟ ببین قشنگ فکر کنم اون سال مثلا 4-5 همون راهنمایی عجیبه بود که اون سری گفتم 4-5 کلاس از هر کدوم بود. من از 5 کلاس که تو هر کدوم 30-40 نفر بود پرسیدم، 90%شون گفتم بله تموم کردیم و فقط یه نفر بود که واقعا تموم کرده و بهم راهکار داد که چطوری برم و من تونستم اون مرحله رو رد کنم. همشون داشتن همه اینطور بودن. خیلی وقت پیشا بازی کردم. 10 سال پیش کدوم خیلی وقت نمیاد. هر چی رو میگفتیم گفت خیلی وقت پیش. جی تی وی اون موقع اومده بود گفت خیلی وقت پیش بازی کردم یادم نمیاد. بی‌ناموس همین هفته ماه پیش اومده بازی. تو چیه یادت؟ چند سال پیش بازی چند سال پیش داداش. احتمالاً تو دوربرتون این قضیه رو داری. هر چی میگیم چند سال پیش این سریال رو دیدی؟ آره. خب چی میشه؟ چند سال پیش دیدم. بعد اینو که الان گفتی یادم اومد، در مورد چیزایی هم که تو داری حرف میزنی دروغ میسازن و میگم اینو شاید کسی نگفته باشه جایی. من بگم اگه 4 تا دروغگو هم میشنون یه موقع بفهمن که مردم میفهمن. مثلا من میگم آقا ما رفتیم نمیدونم این آب معدنی و فلان جا خریدیم مثلا تو فلان شهر و اینا، به اون گرون داد.
این یهو میگه حالا وایسا من تعریف کنم، همون شهر همون آب معدنی همون، بعد با پردازش کند ذهنش بین هر جمله 3 دقیقه طول میکشه، قشنگ معلومه تو داری داستان همین الان تو ذهنت میسازی. بعد روی سری داستانای مثلا کاملا حالا ممکنه مشابهش باشه تو هر چی، من اینجور آدما میگم تو هر چی تو میگی ما رفتیم اونجا با ماشین چپ کردیم، یکی میلنگ ماشین رفت تو کونش، این میگه اینو نگفتی، من با پسر خاله اینا داشتم میرفتم یهو سکته رفت تو کونه اون. همینو دقیقاً توی یه بحث این قضیه رو تکرار میکنن. چطوری؟ مثلا تو یه دونه در مورد آب معدنی گفتی، یه دونه دیگه در مورد شمال رفتن گفتی، یه دونه دیگه در مورد خرید صندلی مثلا گفتی، همه اینا رو دوباره میاد بازسازی میکنه عین همون اصلا کلا داری خاطره منو واسه من تعریف میکنی دوباره، من میفهمم چی بهت بگم دیگه. یه چیز دیگه هم داره که گیرشون بندازی نظرش میکنی تو اونجور خاطرات دیتیل ازش میپرسی. اون چی گفت؟ چیکار کرد؟ چی پوشیده بود؟ چیکار می‌کرد؟ چیزی نداشت. دقیقاً کجا بودیم؟ اینطوری بگین یارو گوگیجه میگیره. یکم حالش گرفته میشه، ولی خب دروغگوها هیچ وقت عقب نمیکشه. یعنی اصلا من دیدم یارو همونجا هم ضایع بشه یا میخنده یا میگه نه و باز میره سراغ پلن بعدی در مورد مثلا مبل شروع میکنه به دروغ گفتن و همینجوری ادامه میده. شکست ناپذیر. یعنی این اعتماد به نفس دروغگویی تو هر کاری داشته باشن باید خیلی پیشرفت کنن. یعنی مثلا اینقدر که همه تو روت علنا بگن آقا تو داری زر میزنی، داری دروغ میگی، یا این خیالش نمیشه. هیچ خجالت و شرم انگار نداره اصلا. مثلا ما یه بار همچین اتفاقی بیفته اصلا دیگه تو اون منطقه آدم روش نمیشه. فکر کن اینجا دروغ بگی بعد بفهمم خیلی ضایع. غالبا لبخند میزنن و هیچ چیز دیگه ای نمیگن و اونا فکر کنم باور کرده بودن. یعنی یه جور گیرشون آوردن. بعد سری بعد که میبیننت خالیا کاملا فهمیدن. مثلا یه بار یارو میبینی فرش فروش بوده، سری بعد نمایشگاهیه، بعد هی عوض. حالا این خالی بندی مشابه تو شغلم اتفاق میفته. یعنی مثلا شما بگین شغل من نجاریه، اینا میگن ما نجاری داشتیم. 10 سال بود با آقا نجار بودیم، همه کار میکردن، بعد سناشون نمیخوره. خب یارو مثلا 20 سالشه داره یه خاطراتی تعریف میکنه، این فقط 10 سال تو آهنگر بودی. یکی رفیقای بابام بود. خیلی این آدم خالی بند بود. همون خالی بنده بود که با میستاد تو چه خاطره‌ای تعریف میکنی، سلیم میریدی برمیداشت میذاشت دهنش شروع میکرد دوباره همون اسکیل تمام. بعد بابای من خب سنش همون یکم بیشتر بود، بعد همکار بودن یه جورایی. بابای من مثلا یه بار یه خاطره نمیدونم رو چه چیزی بوده، چه خاطره گفت سال 79. خب بعد این همه خاطره میگفت سال 79 یه پرشیا داشتم، سال 79 فلان داشتم، بعد سال 79 خودمون آدم 10 سالش بود. محاسبه می‌کردی میشد 10 سال بعد مثلا سال 79 پرشیا داشته، سال 79 موتور سنگین باز بوده، سال 79 نمیدونم مسافرت می‌رفته، 10 سال خارج کار می‌کرده. بعد نمیدونم 79 رو خیلی مسکی باهاش حال کرده بود. همیشه هم میخوان دیتیل بگن که طبیعی جلوه کنه. می‌بینی مثلا الان من وقتی خاطره تعریف می‌کنم خدای یادم نمیاد چه سالی بود، اگه بگی باید فکر کنم، بعد 2-3 سالم اختلاف داره، یعنی حدود میگن. یارو شروع صحبتش اینه سال 79 بعد ما اینجوری میرفتیم. بعد تمام ماشین‌های ایرانی و خارجی، تمام موتورهای ایرانی و خارجی سال 79 این داشته. بعد مگه 365 روز بوده کلا 79 اگه واقعا هم بعد هر کدوم اونا مثلا تو خاطر میگفت 1 سال 2 سال دستم بود بعد فروختن. چقدر ماشین توی اون سال کل دنیا مال اون بوده. کینگ آف سال 79 تاج 10 سالگی دروغگویی تا به کجا. بعد میگم مثلا همون آدم چون از ما خورده بزرگتر بود، مثلا ما میفهمیدیم مجبور بودیم مثلا لبخند آخه چی بگی مرد گنده اومده داره خالی میبنده. یه چیزم راجع به آدمایی که دروغ میگن مستقلن
اونا نمیشن بهشون بدینی نظرته؟ دروغ مستقلی هم زیاد میبندن. مثلا یارو چجوری مستقله؟ وقتی 18 سالش شده کلید یکی از خونه‌های بابا رو گرفته، با سویچ یکی از ماشینا رفته اونجا، با پولی که بابا واریز میکنه مستقله. این نشد مستقل. حالا اون مستقلی نه، ما یه بخش دیگه داریم مستقل هایی که از روی اونا کپی کردن و واقعا خب اگه بسیار به شانس تو پدر پولا نری، تواناییش نری، کلا یه جا کار میکنی 10-15 تومن داری میگیری در بهترین حالت، خونه پدر زندگی کنی، اجاره خونه نمیدی، هزینه خورد و خوراک نمیدی، خب یه پولی هم داری بقیه لباس میخوای فرام، آقا این مستقلی اسمش نیست. چرا میخوای کاری که پدرت داره برات میکنه رو کوچیک بهش محیط؟ اگه بری خونه اجاره کنی با 10 تومن نمیتونی هیچ غلطی بکنی. آره دیگه. ولی خب باز به نظرم بهتر از اینه که مثلا یارو پول جیبیش اول در میاره. این آره. باز قابل احترام. ولی نه، ولی اینکه وقتی میشینی اونجا تو جمع میگی که نمیدونم من پدرم میخواست ماشین بخره من بهش قرضم، نه داری دروغ میگی. آره دیگه مشخصه دیگه. پدر نیازی به کمک بیشتر اوقات باز از دقت کردم اونایی که واقعا میبینی طرف کار میکنه کمک خرج باباشه، خب داره یعنی همه جوره خانواده رو ساپورت میکنه، تلاش میکنه، اصلا نمیگه هیچ کار من هستم خونه پدرمم، اصلا توضیحی هم نمیده، خونه بابام مثلا بابام خرجمو میده، هیچ حرفی نمیزنه راجبش. آره. و امان از گندگوزایی که هیچ کاری نمیکنن. آدم میبینی بر دید بر خود خرج کنی، تو بعدا خرج مثلا خانواده پول بیمارستانی که حساب کردیم بابام آوردیم خونه، یه جور میگن انگار پول زایمان ننه بزرگشونم اینا دارن اون روز. آره همه هزینه ها با اینا بوده، کل خونه رو خرجش اینا میدن و واقعا خنده داره. بعد همین که فقط دروغ میگن نیست، خب این دروغ یه جورایی به نظر من مثلا به بقیه هم آسیب میزنه. به کیا آسیب میزنه؟ حالا بیشتر مردم که متوجه میشن میگن یارو کسخله مثلا جدی نمیگیرن. خب یه نفر که سنش کمتره میاد مثلا این خالی بند رو میبینه و باور میکنه، فکر می‌کنی این چقدر موفقه و این و میگه مثلا من همسن اینم هیچی ندارم. آره. من 2 سال از این بزرگترم هیچی ندارم، چرا من اینقدر تنها چیزی که از اون کم داری خالی بندیه. آفرین، فقط یارو داره خالی میبنده، حتی بیشتر هم داری. اون خارکوته بعد خوب بلده دیگه، که حتی اونم خوب بلد نیستم دیگه. آقا دروغای مشخص پوچ، دروغای مسخره. مثلا به تو کنم که تو خونه خریدی، حالا میگی چیکار کنم؟ آره یارو میرسه بهت میاد مثلا یه خواهیم، بعد مثلا بحث شیرینی میشه، آقا آدم خوشحال میشه، مثلا رفیقش آشناش میگن خونه خریدم، ای والله مثلا بریم شیرینی بده فلان اینا، بریم خونه‌تون مثلا اونجا بشینیم فلان کنیم. اینا رو دیگه نداره این بخشا رو. قشنگ مشخصه یارو فقط مثلا انگار تو ذهن خودش یه بساز و بفروش خیلی خفنی است، ولی تو واقعیت یه بچه حالا اینا از هم وطن اینه. من تو شرایط واقعا بدیم فکر کن یکیشون به مدت طولانی بشناسی، مثلا این آدمی که میگم جدی مثلا کلا آدمیه که عاشق شیرینی دادنه، خب دیوونه کوچکترین چیزی بخره شیرینی میده. آیا گوشی خرید، زنگ زد به همه ما، هممون رو کشید بیرون برد بهمون شیرینی داد، ولی توی داستانش خونه که میخره ماشین میخره هیچ کدوم شیرینی نمیده. خب من مثلا یادمه باباش یه دونه ماشین خرید، این با ماشین بابا اومد دنبال ما و مرد به ما شیرینی داد و ما با ماشین چرخ زدیم، ولی اون ماشینایی که خودش هر سال 2-3 تا میگیره هیچ کدوم ما واقعیتی نداره که یارو بخواد. بعد جدی تو ذهن خودش میگه واقعیته، احساس میکنم اصلا از بود واقعیت کنده شد. یعنی شیشه یا دیدی، یعنی شاید هم چون فشار رو خودشون زیاد بوده به این کار پناه آوردن. انگار قشنگ باور داره این قضیه رو، یعنی خودش توی دنیای دیگه. این باید مثلا یه روانشناس در موردش صحبت بکنه. یارو یعنی فکر میکنه توی دنیای دیگه است و دیگه زندگی دیگه ای مثل شیشه مثل شیشه یا توهمی نمیدونم واقعا خیلی زایه است، خیلی رقت انگیزه، خیلی اعصاب خورد کنه و اینقدر این اعصاب ما رو خورد کرد که ما گفتیم ما یه ویدیو بگیریم حداقل شاید چند تا مثلا خالی بند ببینیم، واسه خالی بنده این ویدیو رو بفرست. یه نوع دیگه از دروغی هم که اومد تو ذهنم، دیدین یه سری از پسرا دیدین که میگن چیز نه من به دختر من اصلا با دختر حال نمی‌کنم اونا. خب اینه ددپول کونم نده با دیلو،
نداره نداره نباید میگفتم. یعنی پا بده دختره بگه بیا اینجا داشتم کونت بذاره تا من با تو دوست میشم این میتونه میره ولی کسشر میگه. این دروغا رو نگین آقا. واقعیت اینه یا گی از دختر خوشت نمیاد یا اگه پسرین که من از دختر خوشم نمیاد بعد کسی از تو کسی نمیپرسه اصلا نظر چرا نداده. گندگوزی میکنیم؟ اصلا کسی نگفته داشت نظر در مورد دختر من رو نمیدم به کسی. یه فاز سیگمایی هم جدیدن داره که حس می‌کنم من چیم واقعا. ببین خوشی من تو دانشگاه واقعا تو دانشگاه که از لذت‌های زندگی بچه‌ها نه برای درس خوندن برای پیدا کردن کسخلا. خب من قشنگ اون در بری تو 1000 تا 2000 نفر اون تو باشن قشنگ 90%شون کسخلن واقعا کس میخوان اصلا نمیدونم. ببین بچه‌های دانشگاه همه بهشون بر واقعا اینه واقعا عقب مونده. هر کی که فکر می‌کنی خودشو تو 10% شما شاهد یه سری از آدمای سیگمایی هستین که جدی کاسپلی آرتور شلبی و تامی شلبی زده اومدن. وای پسر تو پارک دیده بودیم واقعا لباس آرتور شلبی پوشیده داره راه میره. بعد تو مسخره ای به چه قیمتی میخوای کسی نگات کنه؟ مثلا همون میگه من دختره اصلا برام مهم نیست چون پسر که میذارم پس کله دخترام میاد ای چه کسخوی لبخند میذارم میره ازت خوششون نمیاد. بودنش در حد اینه تو هالووین مثلا بپوشی 4 تا عکس بگیری یا یه فوتوشوتی بزنی و با اون لباس نباید بیای بیرون. خیلی زاید. مثل این من لباس سوپرمن بپوشم. سیگما واقعی. سیگار بدون نیکوتین هم باید بکشی. من به دختر جماعت رو نمیدم. به دختر جماعت رو بعد تو گنگستر نیستی میدونی. الگورم اشتباه برداشت. مثلا الان پستت میزنم اون کلاه پیکی بلایندری ازت میگیرم تا خود صبح گریه کنی اینجا. خب مثلا گنگستر نمیخوره بهت. آره بعد تو دانشگاه شاهد آدمای کسبازی هستیم که هر دختری بهشون سلام بده اینا میگن که خیلی از این کار با این بودم. واقعا این مدل آدم دمیج میزنه. یکی اگه باور بکنه آبروی یه عالمه دختر یه دونه دختر و بعد این شکلی نمیکنه. حالا خدا رو شکر اونایی که تابلو خیلی میبندن کسی باور نمیکنه ولی فکر کنم مثلا یه نفر رندومی یک بار این صحبت میشنوه مثلا شاید باور بکنه. واسه مثلا میگم اون دختر بیچاره مثلا یه آبروریزی خیلی باید آدم عوضی خیلی عوضی. بعد کی از تو میپرسه کیو کردی کیو نکردی که تو بخوای خالی ببندی که مثلا حالا من کسی که کرده باشه نمیگه کردم. آدمایی من میشناسم یارو همه شهر گرده نمیگه اسم نمیاد حرف نمیزنه ازش بپرسم میگه نه من فقط با خودم برمیرم. آره نمیاد بگه ولی امان از کسخلای خالی بند. میگم یارو چیزی که کم داره رو میخواد بده و میگم باز توی این دروغای روزمره بعضی موقع یارو چیزی هم کم نداره فقط خودشو با این دروغ ان میکنه. راجع به کسچری دانشگاه هم بچه الان یادم اومد اگه دوست داشته باشین واقعا میگم ساعت‌ها راجع به شهر راجع به کسچری دانشگاه دوست دارین اپیزودش کنین اگه دانشگاه نرفته باشین براتون خیلی خوبه. میتونیم مثلا یه شمای کلی از دانشگاه مثل شرط بندی میمونه مثلا دانشگاهایی که دولتی نباشه آزاد و پیام گور و اینجور چیزا مثل شرط بندی میمونه. باید بری به عنوان تفریح نه اینکه بری اونجا درس یاد بگیری یا کار خاصی بکنی چون قرار نیست همچین چیزی بهت یاد بدن. اگه خیلی اون قضیه رو صفحگی تفریح هم نمی‌کنی عملا عمر و پولت رو ریدی توش اومدی. قراره تقریبا سوال دبیرستان آمریکا رو بده چون دبیرستان‌های خودمون مختلط نیستن می‌بینی و اصلا صفایی نه برای حسابو. ولی فکر کن دبیرستان‌ها اگه مختلط بودن ولی باحال میشه قدرتی مثلا اونجا که میرین بچه‌ها دروغگو همین میخواین نشست با تو کونه رو نباشین دروغگو نباشین. همون اول میاین یه دونه پیرن چیز میپوشن سفید خب بعد آفرین با یه شلوار چیز پارچه‌ای حالا حقیقت هر شلواری خب با هر کتونی که بگم اونو میگن و احساس خوشیپی خیلی زیاد لئوناردو دیکاپریو بعد میان دروغ میگن که من کجا بودم یه دونه ساعتم میبندن اینجا شون خب بعد ساعت رو مثلا اگه بگید بده من یا از ببینم در نمیاره چون زیرش رنگش رفته
خیلی احساس میکنم عوضی شدم. من میگه که من همین الان از نمیدونم فلان جا اومدم یه معامله کردم 100 میلیارد، یه معامله کردم 200 میلیارد. چه جالب. حالا برگشت با چی میری؟ اسنپ. تاکسی اسنپ. تاکسی. چرا؟ نه دیگه 100 میلیارد الان نخوابیده تو حساب که پورشه رو فردا میام. فردا با پورشه میام. بعد فکر میکنه دیگه نمیاد اونجا. انگار فردات هم میبینی یه جوری زندگی میکنه انگار فردای وجود نداره. تاگ لایف مسخره. شبش دیگه آخرین شبت به قرار بمیری. اینجور خالی میبندی فردا هم ملت فرداتو میبینن، ماه دیگه تو میبینن، سال دیگه تو 4 سال دیگه تو میبینن. نمیتونی هر جای رندوم این بعد میتونی اطلاعات ندی. مگه کی از تو میپرسه؟ مثلا رسیدی اونجا اطلاعات اینجوری نده، عادی باش، همین صحبتای معمولات چه خبر هوا چطوره. آدم هر جایی که میره واقعا کسی نمیپرسه کار چیه، اما این دخترشو بگی یه سری من میدونم میپرسن. خب از این آدمایی که مثلا خیلی دنبال روابط میگردن، همیشه هر کیو که اول میبینن میگن شغل چیه. خب از این کارم خیلی بدم میاد که به طبق میزان درآمدش ببینن خواهیتو بمالن یا نمالن. من دیگه مجبور شدم بدون سانسور بگم. مثلا ببینه اگه درآمدت خیلی خوبه باید بهتر جا بکنه، اگه مثلا یه شغل معمولی داری دیگه تحویلت نگیره بری گم شی. اونجور آدم‌ها زیاده. آره مشخص میکنه براشون. همون اول یارو نمیخواد اول بماله بعد بفهمه مثلا شغل خوبی نداری مثلا به کارش نمیای. یه سری کارا واقعا همون اول مشخص کار بقیه نمیای، نه اینکه شغل بدی باشه، صرفا به درد اینکه اون بماله واسط نمیخوره. فکر کن مثلا تو یه جا مغازه داری، بعد مثلا مغازه چه میدونم پکیج و رادیاتور داری، درآمدت هم شاید چیز باشه، اونجا ممکنه به خاطر درآمد بخواد فلان بکنه. ولی مثلا احتمال اینکه یارو کارش گیر بیفته به تو بخواد ازت استفاده کنه یه نوع دروغگوی دیگه علامت تو ذهنم. آقا همینجور دونه دونه داره جرقه میزنه. من ببینم هنوز داریم ضبط میکنیم این همه حرف میزنیم. آره ضبطه برو. خب یه سری دروغگو هستن مسلما توی زندگیتون اینا رو میگی. خب یعنی شما میگی من احساس میکنم جناق کونم مثلا درد میکنه، ترک خورده، بعد این میگه من یه دکتر میشناسم رفیق جینگمه بیا بریم اونجا. یا مثلا میگه من نمیدونم کامپیوتر سیستم یه مشکل خورده، میگه من رفیق میشناسم کامپیوتری بیا بریم اونجا. بعد همشون بلا استثنا جایی که میبرن طرف اصلا اون نمیشناسه. خیلی ولی دلم براشون میسوزه اینجور موقع. مثلا دیدی کاسبا اینجوری ان که باهاشون سلام میکنی همینطور رندوم برو به یه کاسب سلام کن، چون یادشون نمیاد به کی چی فروختن. خب الکی سلام علیک میکنن، ولی وقتی یارو نه هیچ اولویتی بر تو قائل میشه نه جواب زنگ تو زودتر داره، اصلا شمارت سیو نداره، نه تخفیفی اون آخر به تو خواهد داد. یعنی آشنای تو نبوده. یعنی مثلا من صرفا رفتم تو خیابون دیدم کی مغازه چی داره، برگشتم گفتم این آشنای منه. ما حتی گزینه داشتیم از اینا این لاولا. خب امیر میگی من یه رفیق داشتم بعد ماشین من چی شده بود، یه مشکلی برای ماشین پیش اومده بود مربوط به مثلا باتری سازی بود. خب مثلا نمیدونم چراغش روشن نمیشد، بوقش نمیزد، یه همچین چیزی بود. بعد گفت امیر، اونم امیر بود منم امیر، من آشنا دارم فلان میسال اینا، پاشو با هم دیگه بریم پیش آشنا من. رفتیم رسیدیم پیش آشنا اینا، سلام کرد یارو اینجوری سلام انگار اینجوری یک سگ اومده دیگه خلکی اومده. بعد گفتم آشنا تو کارش ردیف فلان اینا، گفت آره اوکی اینا. بعد اومد گفت مشکلتون چیه؟ ما مشکل گفتیم. گفت داداش من 100 دفعه گفتم ما اینجا ضبط و باند دزدگیریم، مثلا این کارا کار ما نیست. ما هر دفعه یکی رو میبرد اونجا. فکر کنم مثلا هر دفعه یکی با ما. بعد چرا با اون حال میکرد؟ اون یارو با این اصلا با این حال نمیکرد. چرا براش مشتری میبردی؟ نمیدونم چه این یه خالی بندیه که دلسوزی داره. مثلا دلم نیستی برای طرفش چیزی که بگن همه منو میشناسن، من همه جا آشنا دارم، روابط و اینا رو بگی من شرط زیر دست منه، همه منو میشناسن. نه یادم معمولی تو طول عمرش کلا تو ضایع میشه. آره مثلا اگه اون اول مثلا یارو میگه تو من باتری سازی آشنا داری، میگی نه تمام شده. بعد غالبا میبرن میشه تو کنترین مغازه‌دار رو میشه.
نمیدونم اونا جنبلی چیزی یعنی میزنن اینا باهاشون حال یعنی میکنن. یه خالی منه میبرد یه گرون فروش ترین دندونگرد و عوضی ترین کار نابلدترین. حالا آفرین. اون که البته ضبط بند درست قبول نمیگم، میگم من این کار نمیکنم، تو داری اضافه چرا اومدی؟ مثل میمونه مثلا بری بقالی بگی یه پرس جلو کباب برام بزن ببین سریع یه دونه کباب داغ بده ببینم. آره من نمیتونم دوباره هفته دیگه یکی دیگه از دوستان دوباره اینجا یکی جلو کباب اینجا حرف نره اینو برگردونی عقب. آره این رفت یه جایی که الان کپی رایت میخوره. تو بگو عزیزم. نه بذار منم یکم نگاه کنید عکس قشنگ براتون میکس کردم. به خدا پدرم سر این در اومد خدایی. این عکس‌ها رو می‌خواستم اینجوری اسلاید درست بکنم قشنگ بشه، همینجوری رندوم یه سری عکس قشنگ دیگه نگاه کن گذاشتم. چون سری قبلی ما کارتون پلی کردیم، برنامه‌مون کارتون پلی بکنیم که هم قشنگ‌تر بود هم باحال‌تر بود. این نتفلیکس بی پدر و مادر میاد واسه همون تیکه کپی رایت. یه کپی رایتی زده بود این مورد میگفت اصلا نمیتونی پابلیک کنی. چونم بدین قبول نمی‌کنم. من نمیذارم با ما 2 نفر آدم نشستیم اینجا داریم 400 اصلا در مورد اون حرف نمی‌زدیم. اصلا در مورد اون حرف حتی صداش هم بسته بود. آره مثلا الان صدا موزیک نو کپی رایت گذاشتم، خودم زرنگم. صداش داره میاد. این صدا هم نداشت. نمیدونم از کجا شناسایی کرده بود. بعد حالا یکی ویدیوی ما رو برداره بذاره به خود شناسایی بکنه. یکی دیگه اومده یه جا استرایک گرفته کانال ما پاک شده خارجیگاه. اوه یوتیوب واقعا کسچیره. این کپی رایت به نظر من بولشت ترین چیزه. تا حالا من توی این 3-4 سال که دارم یوتیوب کار میکنم، من دیگه آخر ویدیویم همینجوری در مورد همه چی دارم یکم خودم خالی ببندم. من توی 3-4 سالی که دارم یوتیوب کار میکنم هیچ وقت نبوده که قانون کپی رایت به درد من بخوره. یعنی من مثلا به عنوان آدمی که دارم ویدیو درست میکنم هیچ خیلی ازش ندیدم. به جز ساعت ادیت طولانی به خاطر موزیکای مزخرف، به جز کپی رایت گرفتن‌های الکی که باید یا میوت بکنی یا فلان بکنی. حتی بعضی موقع توی بازی مثلا میبینی من توی بازی دارم میرم تو دلستافاس بود نمیدونم کدوم قسمت چه موزیکی پخش شده بود، یه خسرو رو صدا گوز جول برداشته بود چیز زده بود اصلا موزیک اینجوری بود انگار سیم شیشه گیتار رو یه دونه اینجوری دینگ زده بودی. خب این چه کپی رایتی برای تو چه کار خاصی خود کمپانی نمیزنه. مثلا یه آدمی که اصلا نمیدونی کیه این میاد مثلا چیز میزنه تو اونجا رو مجبور شی یا ببری یا بعد یه بخش چیزی رو واقعا خراب میکنه، مخصوصا اون قسمتش که تو یه بازی مثل جی تی ای یعنی جی تی ای 6 بیاد 100% قراره ضبط خفنی باید داشته باشه. ضبط خفن و ویدیوهایی که میبینین توی یوتیوب غالبا رادیو با این موزیک رادیو آف با صدای تخمای در هم تنیده. اصلا به نظر من واسه خواننده ها هم خب واسه مثلا من خواننده‌ام حالا فرض می‌کنم آهنگ منو اگه بذارن توی یه ویدیو که خب تو که مخاطبی داری نگاه میکنی فکر نمیکنی که اون یارو آهنگو خونده که یارو ولاگ گرفته تو ماشین نشسته حالا 2 تا مثلا آهنگ یه خواننده پخش شده حالا خارجی یا ایرانی مردم دارن آهنگ تو گوش میدن اصلا این پروموت برای تو. خب شاید یکی مثلا خیلی معروف باشه ولی خب همون تعداد هم داره یارو داره حمایت میکنه. من خودم دارم میرم بیرون با ماشین آهنگ کسکش گوش میدم بعد اون میاد چیز میزنه درآمدزایی رو قرمز میکنه میگه یا باید ویدیو رو پاک کنی یا تیکه منو حذف بکنی. نمیدونم اصلا این چه به درد میخوره. کلا کپی رایت واقعا آشغاله. این کپی رایت یوتیوب ارزشی گوز نمیارزه بخوای حساب بکنی. فقط به درد این میخوره که یه سری کسکشا همونجوری نکنی یعنی خارکسته کانال زده بکنن. آره دیگه اونا رو میذارم حالا بیان ویدیوهای پوتک رو بذارم ویوشو بگم و یه سری احمق‌ترم هستن میرن اون رو استاپ میکنن و فکر میکنن اون پوتک واقعیه. دیدم تو میدونن که میگن رباتو بردارن آپدیت بکنن. الان چطوری میتونه شناسایی بکنه اونجا داریم ما چه عکسی نشون گوشه تصویر کوچیک این بیاد شناسایی بکنه. اگه ویدیویی کاملا مشابه بود اونی که اول آپلود کرده معلومه دیگه اونی که همیشه 125 صداش قشنگ نیست بچه‌ها. اگه 125 گاز ندین باش پر گاز که میرین فقط فوش میخورین یعنی صبح تا شب دارین فوش میخورین چون
هیچ کس از صدامون خوشش نمیاد مگه موتور سنگینه. خیلی صداش بده. صداش اصلا من معتقدم این موتور این همه که تولید شده چرا یه اگزوز جدید براش کسی طراحی نکنه؟ این اگزوز کیریه مال 50 سال پیشه. همینو میگیرن سوراخش هم میکنن پرگاز هم میرن دنده بده کونکش. بعد موتورشون هم چیزه موتور سگجونی اینو پراید میمونه خراب نمیشه خرج بذاره. آره دیگه تو اونجا موتور بامرا میگه اینا میگانش واقعا رو مخ هستن. داشتم چی میگفتن کپی رایت راجع به کپی رایت اینجا اگه آره ربات میتونه چیز بکنه تایمو نگاه بکنه کاملا مشخص. آره تمام شده رفت موزیکارم بذاره ما استفاده بکنیم. پس عقده‌ای‌ها چطوری استرایک بزنن؟ آره دیگه اون وقت ریاکشن موزیک و فلان اینا. حالا که دیگه رسیدیم به تهش بذار یه سری پرده هایی هم رو بکنیم. میکسر آره یه مدت ما ریاکشن موزیک میذاشتیم یه مدت. آره یه مدت خیلی کوتاهی در حد مثلا چند خیلی وقت پیشم مثلا ما اون زمانی بود که پارسالی با خلص بیف داشت. آره اون زمان حالا اونا بچهای خوبی بودن نه پارسالی اضافه پارسالی من یادم ویدیو رو گرفتم بعد یعنی قشنگ مثل یه هیتر حرف زدم خب ولی اون کپی رایت نزد واقعا دمش گرم کپی رایت نزد ولی یه سری کسکشای دیگه هستن. خیلی هم ما دوست داشتیم این خواننده رو مثلا بخوام حساب بکنی خب ولی الان اسمم بیاریم شاید فن تعصبی داشته باشه ولی کلی میگم که کل خواننده ها همینن. خب کل خواننده ها همینن. ما وقتی اومدیم داریم علی اوج بود. حتی اونم بیشتر میدونی بخاطر علی اوج رو من بگم یه دقیقه وایسا من این ما از بچگی این با رضا پیشرو آهنگ میخونه فلان اصلا ما با اینا حال می‌کردیم. خب علی اوج اومده بود یه موزیک ویدیو داده بود یه موزیک ویدیو شت. خب حالا اگه گفتی بگیم فن تعصبی یه موزیک ویدیو ضعیف انگار مثلا 10 سال پیش. خب ما چون با این آدم حال می‌کردیم اومدیم یه ریاکت رفتیم کلی مثلا چیز کردیم و فلان و بیسار اینا که چقدر خوبه چقدر خفنه اینا تازه تعریفم کردیم ازش. نمیدونم چه فازی داشت فازش که مشخص بود. آره. فازش این بود که سینا کسکش چاق گیری خب ما مثل که نمیدونم واقعا اونو به کیرمون گرفته بودیم اونم انگار تو اون آهنگ یه دستی داشت اون ایگنور کرد و اون آدم کلا چیز میزد استرایک میزد کلا کپی رایت میزد نمیذاش بریم بالا چون وازیاشو در میآورد یه جوری. اینم باید بگم که خب آدم وقتی ریاکشن موزیک حالا مثلا تو تتلو نیستی که من با ریاکشن موزیک تو معروف بشم. خب همون ویدیو خدا شاهده داشتیم روش ریاکت میرفتیم الان ویدیوش تو کانال محمد فکر کنم پرایوت باشه. خب ما داشتیم روش ریاکت میرفتیم 2K ویو داشت. ویو ما چقدر بود 2K و 400. آره 2K و 500. خب یعنی تو بعد این همه سال خوانندگی یوتیوب کسکشه دیگه کاری نداره که تو مثلا خواننده فلان یوتیوب عوضیه. ویو ما از تو 400 500 تا بیشتر بود بلکه بذار 2 نفر دیگه هم ببینم به نفع تو تتلو نیستی تو مثلا چیز نیستی 69 نیستی که مثلا بخوای اینجوری تا بکنی. سر همین قضیه اصلا کلا از ریاکشن موزیک کشیدیم بیرون اصلا هم حال نمی‌کنه. دیکتاتوری کلشون دیکتاتورن یعنی مثلا الکی باید بیایم مثل اون رادیو اکتیو زون. حالا دیگه داریم اسم میبریم اسم همتون رو میخوام بیارم به خدا بشینی اونجا هیچی نفهمی چی میگه فقط سر تکون بدی بگی به 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 عجب آهنگی چقدر قشنگ چقدر زیبا یارو کیری خونده. مثلا تو الکی تعریف بکنی که مثلا 2000 درآمد داشته باشی اونم کانالت رو حواس کلن یهو میبینی فلانی باهات بد میشه زنگ میزنه به فلانی 3 تا استرایک کانال دیلیت. یعنی هر چی زحمت کشی رفته رو هوا. مثل خارجی‌ها جنبش و ایرانی‌ها ندارن اصلا ریاکشن باید واقعی باشه. یعنی مثلا یارو میاد ریاکت میکنه آقا من این موزیک خوشم اومد اینجاش بدم اومد منم آدمم نظر دارم اصلا ویدیو رو گرفتم نظر خودم بگم. خب و یعنی تو که موزیک تو گذاشتی تو یوتیوب اگه کسی می‌خواست میومد میدید. خب اومدم که نظر بدم اگه قرار باشه همش تعریف بکنم بگم خوبه خب خوبه دیگه همه بری همه آهنگا رو گوش بدی. مثلا یک میدونی اون لحظه همون لحظه که داره گوش میچینی مثلا اون لحظه تو یه کوچه میگی من اینجوریه که چقدر کیری تو. خب این ریاکشن من به اونه من ناراحت بشی و ببینی اگه 4 نفر دیگه بعد اینطوری خیلی پیشرفت بهتر میشه. آقا فکر کن همه اونایی که ریاکشن موزیک میذارن گفتن آقا فلانی نه گفتن فلانی تو کسچری
اینجا کسشره. بعضی موقع راست میگن. اون آدم میدید مثلا 100 نفر دارن میگن تو اینجا کسشره، تو نمیدونم فلان کسشر. خوش اسلام میگه درست میشه. مشکل در کسشر نمونین بچه‌ها، سعی کنین یکی بهتون حالا نمیدونم مثلا خواننده‌ای بیاد ویدیوی ما رو، ولی حداقل مخاطبا ببینن که مثلا ریاکشن چجوریه، فضاش چیه و داستانش چیه. ریاکشن کلا فضای تخمی داره ریاکشن موزیک، علل خصوص توی ایران فقط به به و چه خیلی. مگه اینکه یه راه دیگه که ریاکشن موزیک داره اینه که از بچه‌های خوب جنوب باشین که پوستتون تیره است، کابل بگیرین ایرانی بیاین اینجا هد بزنین، حسین توی خایمال میذاره میگه به بچه ریاکشن. بعضیا رو میبینم قشنگ یارو مشخص جنوبیه ولی وانمود میکنه که مثلا سیاه‌پوست خارجیه. بعد این سوراخو گرفتن خارجی‌ها، این سوراخو پیدا از موسی پیدا شد. موسی این سوراخ پیدا شد. موسی اصلا نمیدونه الان داره چیکار می‌کنه. هنوز کار میکنه، من دیدم هنوز روزی 4-5 تا ریاکشن میذارم. اونجوری بیشتر ریاکشن ایرانی هایده. بعد ایرانی‌ها چون خیلی بد نمیدونم چرا این خصلت رو دارن، هی هم داره بد و بدتر میشه، هی داره شدیدتر میشه. آقا مثلا یه اروپایی بیاد بگه وای چه آهنگی، یه اروپایی کسخلشه، اصلا شخص مهمی نیست. بعد هم خیلی‌هاش بمالی اون اصلا نمیفهمه تو داری چی میگی، فقط داره رو ریتم حال میکنه. حالا موسی رو مثلا همه استوری میگن به 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 نمیدونم آهنگ خوب میشناسی. بعد آفرین این توهم جهانیشان خیلی داریم به سمت موسیقی. آره اصلا خالی بندی رفت. میخوای یه اپیزود جدا در مورد ریاکشن موزیک چپ بکنی راجع اینجور چرا موسیقی و اینا رو باید یه چرا ایرانی انقدر حول کیر خارجیان، حول کیر خارجی‌ها خودش یه اپیزوده، ریاکشن موزیک یه اپیزوده خیلی زیاده. یعنی یه خارجی بیاد برینه وسط ها افراد ایرانی‌ها ما خیلی مدرنیم وسط حالمون میرینیم، شما چقدر بی کلاسین میرید دستشوی اروپایی‌ها داخل الان دیگه روشن فکری اینجوری. آره ازم ویدیو رو ببینی الان کم کم همه فوش میده. ولی یه چیزایی بود که گفتیم حالا دوره هم بودیم خوش گذشت. اینجور چیزا حرف بزنیم، سابسکرایب کنین همونطوری که اینجا میبینین و دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر دیدین. اونجا که ادیت نداریم باید پاشم بیام جلو ببندم. این شاید الان قیافم ترسناک شده باشه خیلی تو دوربین، ولی خب همینی که هست. همین حرفی سخن نگید، تموم کنین، دروغ نگید، don't lie، چون اروپایی‌ها نباشین، راه درست رو انتخاب کنین و کس و شعر هم نگین، وقتی یه جا میرین خالی نبندین. اگه خواننده این انقدر کپی رایت نزنین.